آقا شما هم این مشکل منو دارید یا فقط من اینطوریم؟ من یک کاری رو پرقدرت شروع میکنم، مثلا برای همین تولید محتوا. من الان 2-3 ماه بیشتره که فقط دارم ویدیوهای آموزشی میبینم، دوره های حالا هم رایگان هم پولی رو تهیه کردم، نگاه میکنم زاویه دوربین، زاویه نور، چجوری سناریو بنویسیم، چی کار بکنیم چی کار نکنیم، همه اینا رو دارم میبینم. ولی حتی دریغ از یه دونه ویدیو که بتونم بسازم و پستش کنم اصلا نمیشه. بعد الان امروز به یه جایی رسیده بودم که صبح دیگه هر چقدر فکر میکردم به هیچ نتیجه نمیرسیدم. احساس میکردم من هیچی بلد نیستم و هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. همین الان یه کلیپ 1 دقیقه میخوام همین سوال رو بپرسم از شما. این شاید دفعه 50 یا 60مین باری باشه که من دارم این کلیپ رو ضبط میکنم. اگه شما این مشکل رو دارید یا راه حلی براش دارید تو کامنت ها برام بنویسید.